سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. سوالی که زیاد مطرح میشه این که تأثیر استرس بر بیماری دیابت چی هست. بعد خدمتتون عرض بکنم که استرس میتونه که باعث افزایش قند خون بشه، میتونه باعث افزایش فشار خون بشه. به واسطه آزاد شدن هورمون‌های استرس در بدن ما کنترل قند خون به هم میخوره. بیمار دیابتی که ممکنه با انسولین یا با داروهای خوراکی کنترل باشه، اگر یک استرس شدیدی بهش وارد بشه، دچار مشکلی بشه، تمام اینها میتونه به هم بخوره و هم قندش بالا بره، هم قندهای ناشتا، هم قندهای بعد از غذا میتونه افزایش پیدا بکنه و مشکلاتی رو برای فرد ایجاد بکنه. منتها خیلی از عزیزان از ما سوال میکنن که ما دیابت عصبی داریم، یا ازشون سوال میکنیم دیابت داریم، میگن نه ما دیابت نداریم، فقط یه دیابت عصبی داریم. اینو بعد من خدمتتون عرض کنم که این فقط باعث گول زدن آدم میشه، خودش رو گول میزنه. یعنی ما چیزی به نام دیابت عصبی نداریم. دیابت اگر فرد داشته باشه با استرس قندش بالا میره و اصلا نوعی از دیابت به نام دیابت عصبی وجود نداره. اینا فکر میکنن که قندشون خوبه، مشکلی ندارن و فقط به خاطر اون مسئله عصبانیت هست که قندشون بالا میره. اینو باید دقت بکنیم، چون اصطلاحاتی هست که به صورت عامیانه در زندگی در شهر زیاد شنیده میشه که افراد میگن نه ما دیابت نداریم و فقط یه دیابت کوچیک یا دیابت عصبی که کم اهمیت جلوه میدن مسئله رو، و بعد این افراد با عوارض دیابت مراجعه میکنن. چون کم اهمیت جلوه میدن، بنابراین قندشون رو کنترل نمیکنن، مراجعه پزشکی ندارن، آزمایش به موقع نمیدن، فشارشون رو کنترل نمیکنن و دیابتی که بی سر و صدا وارد زندگی میشه بعد از این مدتی با عوارض مثل درگیری چشمی، مثل درگیری قلبی، مثل درگیری کلیوی خودش رو نشون میده. بنابراین کسانی که دیابت دارن، درسته که حالا استرس ها در طول زندگی زیاده، مخصوصا حالا در شرایطی که ما داریم استرس زیادی ممکنه که به صورت روزمره حالا از نظر اقتصادی، مسائل خانوادگی و مسائل دیگه وارد بشه، ولی کسانی که دیابت دارن باید این مطلب رو بپذیرند و تا اونجایی که ممکنه از این استرس ها و مواردی که باعث تشدید استرس درشون میشه دور باشن و اگر لازم باشه حتی تحت درمان متخصصین اعصاب و روان باشن، داروهای استفاده بکنن که استرسشون رو کم بکنه، آرام بخش باشه براشون، تا همین آرامش برای فرد قند رو هم کنترل میکنه، یا اگر شرایط استرس‌زا برای فرد هست از اون محیط دور بشه، حالا با مسافرت رفتن یا با تغییر محل زندگی یا کاری که میتونه انجام بده، تغییر شغل، که این کمک میکنه به کنترل و درمان دیابت فرد.